سبحان ربك رب العزت عما این به عزت حرمت تا ایجا میاره کار کلان تو در کدام آیت حدیث دیده در کدام روایت مذهب دیده که باید همین گفت گفته شه به همین گفت این که خلوش آیت قرآن در حجره ها میدونه احوال قرآن ها را که مسجد ها را تارتنک های محراب کنه میبینی و چنگ خاک دهنهای تریده را میگوی زبانم خسی بلیسم تازه کنم مسجد تازگیش فرض و واجبی گردن هر یک امتی محمد صلی الله علیه و سلم تازگی طهارت خانه و حاجت خانه فرض و واجبی هر یک مؤمن و مسلمانی که در مسجد می‌داره. همین دین تازگی ایمان تازگی ای دین و ایمان پاکی و پاکیزگی ای همه بلا و ایمان از همه بلا و شکنجه و محنت و غم و غصه و درد و کلفت و امراض و مرض و همه بلای دنیایی و اخروی نجاتش دین و شریعت ای نجاتش پاکی و پاکیزگی ای نجاتش بسم الله و الحمدلله ای نجاتش دعا ای پیغمبران تا خواب آمدن بالاشان به یاد خدا و به دعا مشغول بودن که آنها خوابم نداشتن به یک روایت که حضرت رسول الله گفت که العینان ینامان و القلب یقظان هر دو چشم من خواب بکنند که دل من بیدار است دل من به یاد حضرت خداوند بیدار است طبق رفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان میگویند حتی تکیه میزد دراز میکشید خواب میرفت خراق میکشید خیسته در نماز شروع میکرد حضرت محمد ادریس شافعی طبق همین دلیل ها و حجت ها میگه خب تارت نمیشکنه تا آدم خودش با قضای حاجت پیشو یا دشت کلان یا ایلوی تارت نشکنه تارت نمیشکنه خواب گفتن کم مذهبی حضرت امام اعظم تقوا سخت‌تر گرفته است گفته است که خواب پیغمبر دیگر و خواب امت دیگر خواب که برد آدم 360 پیوندش سست میشوه شاید از یک جایش بادی یک چیزی میبرایه برای همه قطارتش شکسته میشه و گفته برای او آدابی که در 1200 سال زیاد آمده است از انبیا و مرسلین از رحمت للعالمین به اهل بیتشان و صحابگانشان از صحابگان به تابعین از 4 امام کلانترین مذهب اهل قبله حضرت امام اعظم رحمت الله امام شافعی امام مالک امام احمد حنبل رحمت الله علیه همین 4 مذهب در کتابای مذهبی میگه که همین 4 مذهب اگر در مسئله در یک آیه در یک حدیث در یک مسئله فقهی در طهارت نماز حج زکات حیض نفاس خب زکات حج هر کاری باشد روزه اگر جمع کرده شوه مطابق کرده شوه همین 4 مذهب قطعی عمل میکنی اگر همون کارا را همون چیزی روایت های هست اجرا کرده باشه و همون را مذهب اجرا میکنی نه که اگر علاج نباشه همون مذهب این تقلید کرده پیروی کرده گردن تا همون مذهب پرتافته انا هم مذهب خودت قطعی اگر علاجش باشه امام اعظم میگه همون 4 مذهب در مذهب من مطابق بگردونه همون یک کار کنه که همون 4 مذهب به دست بیاید این ببینی حضرت امام اعظم در زیر ناف بعضی ها از مالکی و شافعی رحمت الله علیه بالای سینه بعضی ها بالای آرنج حضرت امام احمد حنبل و بعضی مالکی ها به قد کشار 4 طریق همه درست نیکی میگه همین در زیر ناف میگیریش 3 تای همین را جمع میکنه خب بالای قفص سینه را جمع میکنه یه در بالای آرنج میمونه ایش هم جمع میکنه همین ارسالش میمونه هر دست کشال میموندگیش میمونه نیکی همیشه میگه وقتی سمع الله لمن حمیده میگه هویشون میکنه الله اکبر میگه در سجده میره و هویان گویا مطابق شده ایسا اصلا کن انا برای همین این آداب مذهب آداب عالم ارواح 1250 سال این جانب آمده این کار این از دست دادن این یک این است در خوردن در پوشیدن در لباس پوشیدن در خانه در آمدن از در خانه در آمدن از دروازه خانه در آمدن هر یک چیزی که آداب است آداب و بعض علمای دین کتابای اندک نوشتن و گفتن که ملال نشوه خیلی ما قوت من کم علم من کم نیکی دیدیم همون کشتی های کلان در بابین چقری دریا بحر میسته کشتی کلان در سوار میشن میروند در اون کشتی کلان و میبروین نیکی برای او کشتی ها و کتاب های کلان رفتن همین کتاب های میده در کارن تا به تای برم رای برسید تا سلامت در درون آب و خاکلای لوته نزنی برای خشک خاک و پاک و پاکیزه با او کتابای کلان و کشتی کلان رفته رسیدن همین کشتی چرکو در کارن که سوار شوی پاک و پاکیزه با اونجا رفته برسی برای همین دعا از دعا فارغ نباشه دایم این دعای همین گپ زده شای بخوای اگر با دل دعا کردن میگیری گپ زده شای دل دعا کرده است دل با یاد خدا باشه
کوشش کنید که در زن و فرزندان، در اهل بیتان، در خیش اقارب و عشیرتان فدایی باشین. خیلی در وطنتان، در ملتان، در دعای امت صحابگان را یادآوری کنید. شخصایی را که برای این دین، این شریعت جانها و مالها و وطنها و همه را دادن، فدا کردن تا دین و شریعت به ما و شما آمد رسید. یک آدابی که از پیغمبران و عزیزان و بزرگان و کلانان آمده است، کوشش کنید که او آداب از دست نروه. شما اندیشه کنید که در مکه مکرمه و مدینه منوره من الحمدلله 4 بار سفر حج داشتم، سفر قبله داشتم. وقتی امام اعظم نامش میگیرن امام الاعظم میگن در مکه و مدینه، یا که امام الاکبر میگن. اول روایت میگن، آیت میگن، حدیث میگن، فقه مسئله را میگن، نیکی میگن و عند امام الاکبر و عند امام الاعظم، نزد امام اعظم انیخل، نزد حضرت امام کلان انیخل. برای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه برای همین خیلی به عقل کوشش کنه که عقل اسباب علم است. به عقل این شریعت به عقل نیست، شریعت به نقل است، عقل اسبابش است. عقل اسباب همون علم است برای حاصل کردنش. اصل به نقل است. نقل آیت حدیثه میگویند، نیکی در بالای اون نقل باید عقل هم باشد برای او را فهم کردن و به جا آوردن و رسانیدن. این صاحب مذهب ها و علما ها برای ما و شما شب و روز کردن، خانه را روشن و چراغان کردن، دسترخوان پر از ناز و نعمتی، ثواب اجر طاعت عبادت ها کردن، تیار کردن ماندن برفتن. یه چیزی که تیار. حالا کتابا دا میگه این مفتی‌ها یا قاضی‌های همین زمان عصرها و زمانهای بعدی حضرت امام اعظم تابعین تبع تابعین اینا اکثریت اینا میگن فقط اینا را مفتی و قاضی به احترامی روایت هویا میگن. اینا همون روایت امام‌ها را، شاگردای امام‌ها را، مذهب‌ها را به دیگران از روی علم کتاب‌ها به دیگران دسترس میکنن. یعنی امام اعظم رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد حنبل رحمت الله علیه، اهل مکه و مدینه بیشترش بر مذهب حضرت امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل علیه رحمه میباشند. برای آداب هر یک چیزی که باشه، دعا بسیار. یگام کس به چشم کم نگاه نکنه، به یگام کس هیچ کس نمیدونه در دنیا قدری کی چقدر ای، قیمتی کی چقدر ای، نرخ نوای کی نزد خدا چقدر ای. شاید یک کس با تاقه 100 سومه بلند ماندن خیلی قیمت بتیه، شاید یک کس با 100 یا 500 سومه جیلک جامعه پوشیدن خیلی قیمت بتیه. در معرکه و مدرسه و مسجد جامعه و دیگه قیمت به لباس نیست. نرخ نوا و این قیمت گذاری نزد خداوند جل جلاله است. شاید یک کسی را ما با چشم کمتر خدای ناخواسته نگاه کنیم، ممکن 100 ساله 1000 ساله عبادت های ما از دست بروه و برباد شود. او که بنده خداست. شاید یا عبادت یا طاعت یا دعای یا زاریه یا خالصی و مخلصی یا صادقی و صداقت داره که خداوند باید درجه رسانیده استش. مثل اینی جوانایی که الله گفته جان داده ایسان، بگیره دارو و تبابتونه آمدن میبرن عمر بچیده است، یا پیاله آوی خلوکم بچیده جگران پس شود تست جان آمد است رسیده است، صدها و هزارها جان داده ایسان. الله گفته همون را یکم که ضرب لط کرد، پول داد، مال و متاع داد، یا چی وعده کرده است. نه، او با او خدا 40-50 سال شکم مادر ایمان داشت، پدر و مادرش ایمان داشت آمدگی است. یا کسی ببینه الله گفته جان دادنش این در نظر شما کم میتوه. 7 آسمان در لرزه میره پیش خدایای بنده طبیعی در یه حالتی که هوش و گوش نداره، شاید دیگه چیزی را فرق نکنه، شاید جفتش که 40 سال زندگانی یا 50 60 سال یا 20 سال قصیر زندگانی کرد، زنی خودش نشناسه که این کسا من ایسر گذراندم. زن و فرزندی خود دیده نمیتونی، نیکی در همون حالت الله بگه، لا اله الا الله محمد رسول الله بگه. کی او را یگان که ضرب لد کرد، سیاست و ترس بین داد. نه، او درون سینه، درون قفس سینه، درون دل پری نور ایمان، نور معرفت امجد گوش میزنه و بیرون میبراید. با الله گفتن ما هم احتیاجی نداره بسیاری مومنات و مسلمین و مسلمات. خدا جان گفته جان میتیه آمدیان در گردم شیشتیان، وقتی رفتن شده است بود شده است بربخ علاکه خبرها را همه دادیانش، همه اخبارات دادیانش. بعدش میگو چه جون بیا چه 40 سال شد مردنه، بابای جون بیا در برم بشین و سازی نزده 20 سال شده است پدرش مردنش. آمد است روح
که میریم باشم یه جویا میشیم که ای دیدی های در بدخانه ای ارز و روغن و کش و کش در و دیوال و سیم بلاک و مهمان خونه و کتیج و جیپ و لنکرودی رو لکسوس یا که خلاصه که یا شب بمونید اما شاکی میمونید با سوال و جواب نیکی اکی با مهمونی ما میهای به مهمونی ما میهای باید که پیغمبر خودش تاکید کرد دعا کرده حق امت که یک چیزی از مال با خبر باشه من مکتسب و فی ما انفقه از چی چیز کسب کرده است و در چی چیز نفقه کرده است از چی چیز کسب کرده است و در چی چیز نفقه کرده است